رحمتی کلام امروز ما یکی از ضرب نوازان بزرگی خلق یهودیان بخاری و هم ازبکستان و تاجیکستان خدا رحمت کنه مولا یعقوب علایف به ساعت آخرین وصل کرد. یعقوب که بسیار گرامت نیست دایره چی بودن گاه به رادیوی ازبکستان آمده با حافظان ما همین خیلی ساعت باری نواختنه و دایره چی ها نشان میدادن که مقام این خیلی نواخته میشد اصولهای درآمد سرخوار و کرانه ها سپارش ها من این خیلی میشد این کس بسیار استاهای کلان دستش گرفته دید بنابراین آدم ما امروز اون کردیم خدا رحمتشان کنه. من امروز و عائلهشان برکه پسرشان عمر دراز بوده دخترشان دامادی اصلشان به عمر دراز باشه. اسلامی شما به این خاندان نه که داماد بلکه پسر شده در آمده 4 طرف همیشه آزاد خدمت کردید که آدم ها نافهم نمانه خدا رحمتشان کنه. با هفتشان ماهشان سالشان میشد با گپای شروع میزنیم. این آدمی بزرگ بود همه وقت ابراهیمشون به فرزنده ها یاد میکنه تمام شد خدمتم من میروم از این جهان امروز بشد عمری عزیزم گشت آخیر ناگهان گذشت از عالمی روشن خدا جانی امانت را گرفت از عالمی روشن خدا جانی امانت را فلک رحمش نامد نه به عمر و نه به جان من بشد صیاد ظالم نمود تیز قتل جان میبرم کوچه به کوچه دست به دست کو به کو نیست امیدی آمدنی یا کجا شد بربادی برادرهای عزیز بدون قدری هم دیگری 4 روز غنیمت میرویم در ملکی دیگر دوباره نیست عمری عزیز این انسان در این دنیای فانی ای عاقبت همه زیر زمین